محبت دین را باید صحابه آموخت. اصحاب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان از توحید این پیام را داده شد که بزرگی الله از بزرگی جبرائیل، بزرگی الله از بزرگی انبیا، بزرگی الله از بزرگی اولیا، بزرگی الله از بزرگی کل پادشاهان، بزرگی الله از بزرگی کل کائنات زیادتر است. الله زودتر و پیشتر صدا را از کل مخلوق میشنود. الله زودتر از مخلوق نصرت و حفاظت و کفالت کرده میتواند. وقتی که بر سرزمین در خانه صحابه این صدا رسید، شاخه دیومی که جهاد فی سبیل بود، وقتی که حنظله در بستر با همسر خود در شب اول عروسی، وقتی که ندای حی علی الجهاد به گوشش میرسد، با خودش مشوره میکند، میگوید آیا الله عزیز است یا نه؟ آیا دنیا عزیز است یا بهشت؟ آیا اسباب بهشت است یا رب الاسباب؟ ای حنظله، ایمان و مهر و محبت الله در درونت موجود است، بی برابر میدانی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شده است. اما شب اول عروسی حنظله در جهاد گوش و بینی بریده می شود و روز قیامت میگوید یا الله گوش و بینیم فدای دینت شد، یا الله لیاقت تو و دین تو حبیب تو بالاتر از گوش و بینیم بود. سمیه فدای دین شد، عمر فدای دین شد، خوید فدای دین شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طایف پایهایش خون آلود شد. گفت الله بزرگتر از جسم محمد است صلی الله علیه و سلم. خدیجه الکبری رضی الله عنها تمام سرمایه‌اش تجارتش فدای دین الله شد.